بسم الله الرحمن الرحیم. امید دارم همتان خوب و سلامت باشید. امروز میخوایم همراهتان به شمول کابل و ولایت ها نوبدهی ولایت و کابل براتان شریک بسازم. امروز تاریخ هست 402/3/20 20 اجازه است. امروز کسایی که پارسال در تاریخ 21 ثور ثبت نام کرده بودند در کابل نوبتشان مشخص شده، چون نوبتدهی کابل که است فعلا 401/2/21 است و کاپیسا که از 6/16 است، پروان که از 3/10 است، وردک که از 8/23 است و لوگر که از 1/17 است، ننگرهار که 7/9 است، لغمان که از 12/7 است، پنشیر که از 5/15 است، بغلان که از 6/1 است، بغلان بامیان که از 10/1 است، غزنی 12/5 است، پکتیا 12/21 است، کنر 12/23 است، نورستان 3/11 است، بدخشان 1/20 است، تخار 1/20 است، کندوز 1/12 است، سمنگان 12/13 است، سرپول 12/14 است، غور 12/25 است، دیکندی 6/15 است، ارزگان 4/27 است، زابل 3/1 است، پکتیکا 7/5 است، پکتیکا 7/5 است، خوست 1/19 است، بلخ 14/4 است، جوزجان 12/24 است، فاریاب 6/20 است، هلمند 1/20 است، کندهار 1/12 است، بادغیس 12/4 است، هرات 4/1 است، فرا 1/25 است، نیمروز 1/7 است. کسایی که به می تاریخ ثبت نام کرده هستند تاریخشان مشخص شده، میتونه فرم خود چک کنم و دانلود کنم. و کسایی که پارسال یعنی در 21 ثور ثبت نام کرده بودند در کابل میتونه فرم خود چک کنه، ببینه که برایشان تاریخ داده یا نداده، یا کدام تاریخ برایشان مشخص کرده یا نکرده. به احتمال زیاد روز آینده البته 23 جوزا البته نوبدهی کابل یک کمی پیش میره، از 21 تا 22-23 پیش میره و کسایی که فعلا در 20-21 ثبت نام کرده سال قبل در ماه ثور البته برها تاریخ داده است، میتونه فرم خود چک کنه و ببینم. تشکر دوستان عزیز، امید دارم همتان خوب و سلامت باشین. برای معلومات بیشتر ویدیوهای ما را لایک و شیر کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین و این ویدیو را با دوستان خود شریک بسازید تا اونها آگاه شوه. تشکر بسیار زیاد.